به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، در یک دهه دختر با نام زلیخا زندگی میکرد. او در دامن پدری با ایمان به وای رسیده بود. پدرش همیشه به او میگفت دخترم، زندگی تنها با احساس نیست، با اطاعت به الله و ادای حق هر کس در جای خود است. او به زلیخا می آموخت که پدر ریشه است، برادر پشتیبان است، اما شوهر وقتی که نکاح بستی شریک زندگی و امانت توست. وقتی که زلیخا به شوهر برآمد، زندگی نو آغاز شد. شوهرش مردی صالح بود. او زنش را دوست می داشت، ولی می خواست در خانه ترتیب و احترام باشد. اما زلیخا بعضا اشتباه میکرد. وقتی مشکل پیش می آمد زود به برادر و خواهرش زنگ میزد. بعضا فکر میکرد اگر برادرم می بود چنین نمیکرد. برادرم زنش را دوست می دارد و چنین و چنان میکند و هکذا. یک روز شوهرش آرام گفت زلیخا، مرا با برادرت مقایسه نکن. او برادری تو است و من شوهری تو هستم. هر کدام ما جای خود را داریم. این سخن دل زن را رنجاند. چند روز پس او به خانه پدرش رفت و مسئله را گفت. پدرش با مهربانی گفت دخترم، این خطا است. مقایسه دلها را ویران می کند. الله در قرآن می فرماید مردان سرپرستی زنانند. سوره نساء آیت 34. این معنای مسئولیت و رهبری را دارد. سپس علاوه کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین زن آن است که وقتی شوهرش به او نظر می کند او را خوشحال می سازد و در غیب او خود را و مال او را نگاه می دارد. و باز فرمود اگر زن 5 وقت نمازش را ادا بکند، روزه‌اش را بگیرد و شوهرش را اطاعت کند، به جنت داخل می شود. زلیخا این سخنها را شنید و در دل نگاه داشت، ولی امتحان واقعی هنوز نآمده بود. روزی شوهرش به سفر برآمد. پیش از رفتن گفت تا برگشتن من امانت مرا نگه دار و از خانه بیرون نروی. زلیخا راضی شد. روزها گذشتند. یک روز برادرش با چهره غمگین به خانه‌اش آمد و زلیخا، پدرمان سخت بیمار است، تو را میپرسد، بیا، میخواهد تو را ببیند. دل زلیخا پاره شد. قدمهایش به سوی در رفتند، اما ناگهان سخن پدرش به یاد آمد. حق هر کس را در جای خود ادا کن. یعنی این گفته های پدری زلیخا بود. و سخن شوهرش نیز به یادش آمد. از خانه بیرون نرو. او در میان دو احساس ماند. با اشک گفت من پدرم را دوست می‌دارم، اما من قول دادم، من نمیتوانم آن را بشکنم. برادرش با حیرت رفت. روزها وزنین گذشتند. بعد از چند وقت برادرش باز آمد، اشک در چشمانش. زلیخا، پدرمان وفات کرد. دنیا برای او تاریک شد. او حتی به جنازه پدرش هم نرفت. شبی نشسته گفت ای پروردگارا، تو میدانی که دل من چی میخواهد، اما من اطاعت را برای رضاگی تو انتخاب کردم. روزها گذشتند. شوهرش برگشت. وقتی واقعه را شنید غمگین شد و پرسید چرا چنین کردی؟ زلیخا گفت من می ترسیدم که حقوق را آمیخته کنم. پدر را دوست می دارم، اما تو در زندگی من مسئول هستی. و همان شب زلیخا خواب دید پدرش را با چهره نورانی و او گفت دخترم، تو آن چیزی را که من به تو آموخته بودم اجرا کردی. من از تو راضی هستم. صبح دل دختر آرام بود و درک کرد مقایسه کردن شوهر با برادر خطا است.
محبت به پدر باید با اطاعت به شوهر برخورد نکند. هر کس در زندگی جای خود را دارد. این قصه مانند به روایتی است از زمان صحابه ها که زنی در نبودن شوهرش که به جهاد رفته بود با وجود بیماری و وفات پدرش از خانه نبرآمد تا امر شوهرش را نگاه دارد و صبرش سبب رضایت الله گردید. زلیخا فهمید پدر نعمت بزرگ است، برادر پشتیبان مهربان است، اما شوهر مسئول زندگی عائلوی و شریک راه آخرت است و زن عاقل آن است که نه مقایسه می کند، نه حق را آمیخته، بلکه هر چیز را در جای خود می گذارد. زیرا بعضاً صبری که در دل می سوزد درهای بزرگی رحمت را می کشاید. تا بخوری های آینده خانه آباد و سربلند باشد.